جمعیت 70 و چند میلیونی مصر زیر خط فقرن. در خود شهر قاهره اونطوری که گزارش‌های مسلم برای بنده وجود داره چند صد هزار، البته من تا 2-3 میلیون هم شنیدم، اما قدر مسلم چند صد هزار از مردم قاهره، از فقرای قاهره تو قبرستان‌ها زندگی میکنن. آواره، بیابانگر. به گوش مسئولین برسون، خوش دارن. چی بگم بهشون؟ بگو ما گناهی نداریم، حمایت کنن از ما. تو خدا ما دوست داریم سالم زندگی کنیم. رونک درست کردن، 5 تاشو اومده خراب کرده، آتیش زده، پاسگاه میکنه، شورا میکنه، نمیدونم آدمای عادی میکنن. این همدرد من که نمیاد آلونه که من آتیش بده. شما گرمخونه تا نرفتین گرمخونه. خود شهر قاهره اونطوری که گزارش‌های مسلم برای بنده وجود داره چند صد هزار، البته من تا 2-3 میلیون هم شنیدم، اما قدر مسلم چند صد هزار از مردم قاهره، از فقرای قاهره تو قبرستان‌ها زندگی میکنن.